از باغوج دستی یک زن مسافر پرواز سرگوت خوجند در فرودگاه این شهر واقع در شمال دور روسیه 1,167,000 روبل پیدا کردند. خدمات مطبوعات باجخانه منطقه تیومن روسیه خبر داد که این زن مسافر میخواست چنین مبلغ بزرگ را بدون اعلامیه گمرکی توسط رورو سبز باجخانه فرودگاه سرگوت با خود گذراند. کارمندان باجخانه سرگوت مبلغ برابر $10,000 امریکایی را به این زن با زبان خط برگردانیدند. 451,500 روبل مبلغ باقی مانده را که میبایست اعلامیه کرده میشد مصادره کردند. نسبت به این زن با اتهام کوشش قاچاق غیر قانونی پول پرونده ماموری کشوده علاقه به دادگاه فرستادند. به او جریمه به اندازه از نیم تا 2 برابر مبلغ گرفته شده و یا مصادره این مبلغ تهدید میکند. معلوم نیست که این زن با همیان خیلی سبکتر شده به سفر خود ادامه داده است یا تا انجام بررسی پروندهش در سرگوت میماند. ایگور گالوزین سردار باجخانه سرگوت گفت حالتهای ویران کردن قانون هنگام انتقال پول زیاد شده است. سال گذشته کارمندان باجخانه سرگوت 32 کوشش غیر قانونی به خارج بردن مبلغی در عموم بیش از 6 میلیون روبل را پیشگیری کردند. اکثر آنهایی که به دست میافتند مهاجرانند که پولهای باسط عذاب در روسیه کار کرده خود را میخواهند ریسک کرده بدون اعلامیه گمرکی به وطن ببرند ولی از سبب ندانستن قانونها گرفتار میشوند. روسیه بعد شروع جنگ اوکراین به خارج بردن اسعار خارجی را به مبلغ بیش از $10,000 امریکایی منع کرده است ولی بردن روبل روسی هنوز سخت محدود کرده نشده است. مسافران می توانند روبل روسی را به مبلغ برابر تا $10,000 بدون یگان ممانعت توسط رورو سبز با خود ببرند. در صورت از روی قربش از $10,000 بیشتر و از $100,000 کمتر بودن پولهای نقدشان مسافران باید در باجخانه ها تنها اعلامیه پر کنند و به کارمندان باجخانه خبر دهند که با خود چنین مبلغ دارند. در این صورت آنها باید از طریق رورو سرخ گذرند ولی اگر مبلغ با خود داشته مسافران از روی قربش از $100,000 بیشتر باشد آنها موظفند که در رورو سرخ به کارمندان باجخانه در مورد منبع این پولها سند نشان بدهند. در هر صورت استفاده از این وسیله های قانونی ساده برای مهاجران خیلی امتر است نسبت به آن که بیهوده ریسک کنند و پولهایشان را بدون اعلامیه از باجخانه گذرانیده شوند.